فقانی خوب هستین؟ خوبم. یکی از شرح حال از وضعیتتون چه اتفاقی براتون افتاده؟ به چه صورت شده که اینطوری؟ من سال 401 با موتور خوردم زمین. بله مهریه 35 و 36 گردنم خورد شد. بله نخام کلا له شدگی شدید پیدا کرد، یعنی شدید بود وضعیتم. 12 روز تو کما بودم بیمارستان. بله بعد بهم گفتن مهریه 1 و 2 هم آسیب دیده بله که باعث شد از زیر سینه فلج باشم. دستام هم از مچ فلجه، بله دو تا دستام متاسفانه هم مچ فلج شدم. 3 تا بچه دارم. بله مستاجرم، نه بیمه ای دارم نه حقوقی. بله کارگری میکردم، کلا کارگر بودم، شاگردی و کارگری میکردم. من متاسفانه هیچ راه درمانی هم ندارم. امیدم فقط به خداست. پیش چند تا پروفسور هم رفتم تهران، شمال رفتم میشه پروفسوری، تهران شاهزادی. گفتن امیدت باید به خدا باشه تا علم پیشرفت کنه. الان 3 سال رو تختم زمین گیرم. بله. و داروی خاصی مصرف میکنید؟ یه مقدار داروهای اعصاب بود که بهم داده بودن که الان دیگه مصرف نمیکنم. نمیکنید؟ نه الان بعد فعلا. هزینه چیزی دارید مثلا برای الان چه هزینه‌ای؟ من الان حقوقی که میگیرم از به سیستم میگیرم ماهی 2950. بله. پول ایزولایف هم همه میشه. ماهی پول چقدر ایزولایف میگیرید؟ هلوش ماهی 4 تومن ایزولایف هم میشه. بله. 1 تومن پول تعویض سندم میشه. بله ماهی 5 میلیون اجاره خانه میدم. در کل وضع مالی هم خیلی ضعیفه. بله. انشالله که خدا دروازه رحمت براتون باز کنه، سلامتی انشالله شامل انشالله. حالتون بشه. چشم، من فیلمتون رو برای دوستان میفرستم انشالله که حالا ممنونم راه حلی البته باشه. شما. خواهش میکنم. خیلی